ادامه بخش چهره‌های ماندگار. شیرینشاه شاه تیمور. شیرینشاه شاه تیمور، طلوع آفتاب ضیابخش. یکی از مبارزان جانفدا و پایه‌گذاران دولت ملی تاجیکان، قهرمان تاجیکستان شیرینشاه شاه تیمور از جمله سیاستمداران و خادمان برجسته دولتی بود که در ابتدای عصر 20 رسالت تاریخی خیش را در نزد ملت و تقدیر آینده آن درک نموده، تمام قوت و دانش و نیروی معنویش را برای پایه‌گذاری و بنیاد دولت ملی تاجیکان روانه ساخته است. او از روزگار پرتضاد و پر اختلاف سبق انداخته، همچون شخصی متین اراده و دانشمند، انسان عاقل و دوراندیش، سیاستمدار برجسته و تشکیلاتچی ماهر به کمال رسیده است. بررسی اسناد و مأخذهای موجوده نشان می‌دهد که در آن مرحله بسا تقدیرساز تاریخی، زمامداران دور و یک زمره شخصان غرضناک با همدستی بعضی افراد ناآگاه و شخصیت‌های بیگانه پرست عدالت تاریخی را پایمال نموده، می‌خواستند در مسائل شناخت ملیت و شماره اهالی منفعت‌های ملی و اجتماعی و اقتصادی تاجیکان را پشت پا زنند. هدف این سیاست شاوینیستی اصلاً تخریب و محوسازی اصالت ملی، انکار هستی ملت تاجیک و دولتداری تاجیکان بود. ولی یک قطار فرزندان آگاه و بیداردل ملت از قبیل صدرالدین عینی، ابوالقاسم لاهوتی، سید رضا علیزاده، عباس علیف، اینچنین سروران سیاسی روشنفکر و وطن دوست نصرت الله مقسوم، شیرینشاه شاه تیمور، عبدالرحیم حاجیبایف، عبدالقادر محی‌الدینوف، چینار اماموف، نثار محمد و دیگران در چنین دوران پیچیده و سنگین به پشتیبانی ملت و حفظ منفعت‌های آن برخاستند. این شخصان وطن دوست و دوراندیش که زمام راهبری را در آن زمان بر دوش داشتند، بر ضد همه گونه رویه‌های زیان آور ملتگرایی و جدای اندازی مردانه‌وار مبارزه می‌بردند و سلسله اقدامات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را برای تحکیم ارزش‌های ملی و سنتی تاجیکان و بنیاد دولت و دولتداری مردم خود عملی می‌کردند. در بین چنین مردان مبارز شیرینشاه شاه تیمور نیز در آن دوران نهایت حساس و پر اختلاف به خاطر تشکیل زندگی نوی خلق تاجیک فداکارانه زحمت می‌کشید و یکی از فعالان دیگرگونسازی حیات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جمهوری نوتأسیس تاجیکستان به شمار می‌رفت. برپا نمودن ساخت نوی اجتماعی در آن سالها در آسیای مرکزی با دشواری صورت می‌گرفت، زیرا از یک طرف محاربه‌های شدید در بین قواهای گوناگون بر رشد حیات نو مانعه جدی ایجاد کرده، از سوی دیگر قحطی و گرسنگی و حس ناباوری نسبت به ساخت نوی اجتماعی تا رفت قوت می‌گرفت. تحت تأثیر جریان‌های تندرو زمانه نه تنها پیشبرندگان غایه‌های شاوینیستی بلکه بعضی نمایندگان ضیائیان بیگانه پرست خلق تاجیک نیز فعالیت می‌بردند و می‌خواستند موجودیت ملت قدیمترین خیش را زیر شبهه گذارند. در چنین دوران دشوار و پرتضاد و مبارزه‌های شدید و خطرناک سیاسی شیرینشاه شاه تیمور، نصرت الله مقسوم، چینار اماموف، عبدالقادر محی‌الدینوف، عبدالرحیم حاجیبایف، نثار محمد و همفکران آنها به خاطر دفاع از منفعت‌های مردم تاجیک یک سلسله اقدامات جوانمردانه را عملی کردند. بزرگی این مردان میدان سیاست از آن عبارت بود که آنها با جسارت توانستند در یک مدت کوتاه تاریخی از امکانیت‌های مرحله اول تحکیم دولت شوروی به فایده ملت خود استفاده برند. در این راستا باید گفت که مبارزه تاجیکان برای احیای دولت و دولتداری خود در آن ایام ماهیتاً نبرد عدالتخواهانه سیاسی بود. همچنین در خاطر باید داشت که در آن زمان مقاومت کردن با راهبران منفعت پرست و گروه‌های ملتگرا خیلی دشوار بود. شیرینشاه شاه تیمور و همصفان او در جریان فعالیت خیلی کوتاهشان توانستند زمینه اساسی تشکل حیات نو را گذاشته، حقوق تاریخی تاجیکان را برای تأسیس دولت ملی حمایه نمایند. در این دوره یک روند پرشدت تاجیک بدبینی شروع گردیده، دایره‌های معین
به هر وسیله می‌خواستند فعالیت مکتب و تعلیمگاه‌ها را به زبان تاجیکی محدود سازند. نشر روزنامه و مجله‌ها و کتاب‌های درسی را با این زبان باز دارند. در چنین وضعیت دشوار و ناگوار حیات مردم تاجیک، شیرینشاه شاه تیمور با نامه مفصل خود تحت عنوان درباره احوال مدنی، اجتماعی و اقتصادی تاجیکان با عنوان راهبریت همان وقته شوروی مراجعت می‌نماید. هرچند که این اقدام وطنخواهانه در آغاز به جواب ماند، ولی بعداً از جانب بیوروی آسیای میانگی حزب بولشویکان فکر و اندیشه های اساسناکی در مکتوب شیرینشاه شاه تیمور بیان شده معقول دانسته شدند. بخش چهره‌های ماندگار در باب شیرینشاه شاه تیمور طلوع آفتاب ضیابخش ادامه دارد. شما را در نشرهای دیگر به ادامه روزگار و کارنامه شیرینشاه شاه تیمور طلوع آفتاب ضیابخش آشنا خواهیم کرد.